سلام علیکم دوستان و هموطنان عزیز. دوستان عزیز، اولا این آمد ماه شریف رمضان را برای هر یک و یک شما تبریک مبارک باد گفته و بگذار که تا سال آینده هممون تنسیت و خانه آباد باشیم و این ماهی پرفیض پربرکت را برای هر یک و یک شما باز یک بار دیگر تبریک مبارک باد میگوییم و ما به خلاصه آمدیم که در این سرشوی ماهی پرفیض یک ویدیو رولیک بهر شما پیشکش کنیم. حاضر ما در یک جایی تماشا میکنیم. رفتیم. السلام علیکم بابا جان. خوبی بابا جان؟ سازی ماه شریف رمضان مبارک شود. مبارک شود. من رحمت کاری دیگه خیلی یا تا دیگه با عینه ما توفا بابا جان. رحمت کلو. بعد یه چیز دیگه بابا جان، برای مردم مسلمان چی تمنی داره در ماه شریف رمضان؟ تبریک روزه را تبریک میکنیم. زندگی تنج باشه، سوخ سلامت باشه، همه کس کرد. باز گشت گپ گو. زنده باشی بابا. نه درمان خدا باشه. سلام علیکم اکا جان. خوبی اکا؟ سازی ماه شریف رمضان مبارک شود اکا. توفا برای مردم مسلمان در ماه شریف رمضان چی تمنی داره اکا جان؟ همه آبادی سرخ همه مردم مسلمان وصیت کرده. زنده باشه. یک بار دیگه مبارک شود. السلام علیکم اکا جان. خوبی اکا؟ ماه شریف رمضان مبارک شود اکا. خدا تو ندارست کنه خدا. اکا جان برای مردم مسلمان چی تمنی داره در ماه شریف رمضان؟ وقت سالم در ماه شریف رمضان خدا صبر و طاقت شانتیه. خداوند کریم همیشه سربلند باشه. زنده باشی. سلام علیکم اکا. ماه شریف رمضان مبارک. توفا اکا برای مردم مسلمان تمنیاتون هم بگفتین اکا. مایده یک دو سخنی نگ میکردید در ماه شریف رمضان برای مردم. بیا نوی ما برای شما توفا. سلام در رمضان در تبریک شروع تا آخره بگیرم. زنده باشید. بیا کوی مرحمت. اینوی ما برای شما توفا. اپاگان تمنیاتون برای مردم مسلمان، یک برای ماه شریف رمضان یک تمنیات میکرده برای مردم بسیار خوب میشه. برای مردم تاجیکستان عمری دراز، تنی صحت، رمضان با وقت خوش به تینجی گذرانند، به سال ماه دیگه خدا رسونشونه. زنده باشه اپا جان. یگان چی گفتنی هستی؟ سلامت باشه برای کار مالش. سلام علیکم اکا. ماه شریف رمضان مبارک اکا جان. برای مردم چی گفتنی در ماه شریف رمضان؟ برای مردم صحت سلامتی رمضان خرسندانه گذرانند ایده گذرانند خرسندانه دائما صحت سلامت باشه. زنده باشه اکا. اینو ما برای شما توفا. اکا جان بخشش وقتتون میگیرم با این گپتون ندارم. اکا سازی خوبه. اکا جان این ای با ماه شریف رمضان هر شما رو تبریک مبارک باد میگیم. برای مردم مسلمان اکا چی گفتن اکا؟ نه اکتور ژورنالیست اکا. نه یوتیوب دا میرم اکا جان. برای مردم مسلمان، برای مردم روزادارای این کشور و بیرون از کشور چی گفتن اکا؟ یکم در ماه شریف رمضان کدام قرض داره خداوند یک قرض بروید. یکم دوم سلامتشون ناز باشد، دنیا تینج باشد، آرامی باشد. تا که دارم اجو گام میزنم محترم جناب بوله اون وقت سرور باشم. تمام زنده باشه اکا. رحمان اکا باز یک بار دیگه مبارک شود شما داماد. رفتیم کوچه چکی. السلام علیکم خاله جان. ماه شریف رمضان مبارک شود. بشمونی مبارک شود. زنده باشید. برای مردم مسلمان خاله جان تمنیاتون اگه میزدین در این ماه بزرگ برای برادرای غریب در شهر غریبی خداوند بزرگ همیو بر برادران غریب ما را خدا، فرزندان ما را خداوند نگهبان باشه. دائم نمی در تاجیکستان ما صلح باشه، خدا آبادی باشه، خدا همه فرزندا خوشبخت باشه. خداوندی بزرگ. الله اکبر. زنده باشه خاله جان. دستاتون درد نکنه. سلامت باشه.
خولا جان یک دقیقه. السلام علیکم. ماه شریف رمضان مبارک شود خولا جان. برای مردم مسلمان تمنیاتون نگاه میزده خولا یک سخن نیک. خوشمد مبارکی ماه شریف رمضان. ما یک سال مقصد اجرا میکنیم برای ماه شریف رمضان. بزرگترین 12 ماه ده ماه بزرگترین ما رمضان است. خداوند به همه خلق مسلمان رمضان ما را تنج به خیر به شادی مقصد به روز نماز و یاد خدا مقصد بچم. ما آرزو میکنیم که ای خداوند متعال که تاجیکستان ما را دنیا را فرزندای ما را غریب و مسافر همه را در پناه خودش نگهبان باشه. در این ماه شریف رمضان دعای ما را قبول بگردونه. خدا شما را برای اقبال کشایش بده بچم. هر کی جای باشه زنده باشه سربلند باشه. پرزیدنت ما را خداوند توفیق انصافشون بتن. مقصد یار و برادرشان یک دل یک زبان شوند دوست شوند. دنیای ما آباد شود تنجا. ما میخواهیم که دنیای ما تنجا آباد باشه بچم. همه مسلمانای ما مسجد و مدرسه و خانه خدا شده باشه که مقصد فیض و برکت و دنیا و آبادی از دستی خداوند. مسجد و مدرسه و نماز بچم. چنده ما نماز خوندیم خدا را یاد کنیم. خداوند ما را نمی پرت و خور نمیکند. خدا شما را نگهبان باشه در پناه الله. سلام علیکم خولا جان. عینای ما توفه برای ماه شریف رمضان. تمنیاتون میگه خولا برای مردم مسلمان. یک سخن نیک. همه در این دوره صحتی و سلامتی آرومی تمنا میکنم. فقط صحتی و سلامتی و آرومی. زنده باشه خولا جان. مبارک باشه ماه شریف رمضان. ماه شریف رمضان مبارک شود. عینای ما توفه برای مردم مسلمان چه تمنا داره؟ یک دو سخن نیک بسیار در کار نیست. خیر دور برای کارشون بوده سلامتشون بوده. زنده باشه اکا. مبارک باشه. سلام علیکم اکا. ماه شریف رمضان مبارک باشه اکا جان. برای مردم مسلمان یک تمنیاتون نگاه میزدین اکا. تمنیاتی من به مردم مسلمان همینه که در این ماه شریف رمضان روزه را از قلب گیرن. قلب تازه باشه سر به سجده باشن به خداوند به دولت به فرزند سلامتی همه به همه نیکی ها تمنا دارم دادر جان. زنده باشه اکا. یک بار دیگه مبارک باشه. علیکم. خیلی خوبی. سلامتی خوب. اما ساز خوب. نوردین جان ماه شریف رمضان مبارک شود اکا. برای مردم مسلمان یک تمنی تگاوزن. برای مردم مسلمان گفتنی هستیم که باز هم پر رمضان دیگر ما را برسونند. خداوند نگهبان همه ما شما باشه. زنده باشه. سلامت باشه. یک بار دیگه مبارک شود برادر عزیز ماه شریف رمضان. زنده باشید. سلام علیکم اکا جان. ماه شریف رمضان مبارک شود اکا. تمنیاتون برای مردم مسلمان یگان چی گاو میزدین؟ خوشبختی، صحت، سلامتی. زنده باشه اکا. السلام علیکم اکا جان. ماه شریف رمضان مبارک شود. تمنیاتون برای مردم مسلمان اکا جان. رحمت. یک دو سخن نیک میکردیم در این ماه بزرگ. همه وقت خرسند باشن سربلند باشن. چی بگم دیگه؟ زنده باشی. همه سخن بهتری نکردی اپا. سلامت باشی. السلام علیکم اکا جون. بخشش کنم ترک وقت نمیگیریم اکا. ماه شریف رمضان مبارک شود اکا جون. برای مردم مسلمان تمنیاتون نگاه میزدین اکا. در این ماه بزرگ یک دو سخن نیک میکردیم. خیر ماه شریف رمضان در الهی نیک باشد. همه خوشی خرسندی باشد. آبادی باشد. زنده باشه اکا. بار دیگه مبارک. السلام علیکم خولا. این عینای ما برای ماه شریف رمضان با شما تحفه خولا. برای مردم مسلمان تمنیاتون نگاه میزدین در این ماه بزرگ.
ها یک دو سخن نیک. چی سخن نیک؟ یکم چی بگین آخه؟ چی بگین آخه؟ برای ماه شریف رمضان با مردم مسلمان چه آرزو داری؟ چی آرزو چی تمنی داره؟ همه آرزو داره. چه آرزو داری؟ آرزو دارم چه؟ آرزو داری بفکرم فقط تیز و سوالا بروا. نه اولش ماه شریف رمضان ایده درجان. در پیش الله فقط روزه و نمازه. بهترین سخن آخه یک دو سخن نیک بگین تمام. اگه گفتم بس ایده درجان. تمام سلامت باشه. رحمت زنده. السلام علیکم. علیکم ماه شریف رمضان مبارک شود. تمنیت شما اکای جون برای مردم مسلمان زنده باشید. تشکر. امیدوارم که مردم مسلمان این ماه بسیار هم صمیمانه قبول میکنن و کوشش میکنن که در همین ماه رمضان خیر صدقه‌شون زیاد کنن و کینه و خدا دایدشون دور کنن. همین را امیدوارم ماه شریف رمضان به همه شما ماه مبارک باشه، با مردم مسلمان. زنده باشه آقا. یا بوریگم مبارک. زنده باشه. شما السلام علیکم خاله جان. اینا بگیره خاله. اینو ما توفا نه رحمت باشه. برای ماه شریف رمضان اینا بگیره توفا برای مردم مسلمان یک دو سخن نیک نه یک دعا پروردگار ساق سلامت باشین، دنیا تنجی باشه، ارزانی باشه، الهی اینم حاجی شوین هم. الله اکبر. زنده باشی خاله. سلام علیکم. ماه شریف رمضان مبارک شود کجا. توفا او صدقه برای مردم مسلمان یک سخن نیک میکردن اکا ما در یکم چیز دیگر همین خاکش سخن بگم ای حاجی خریدم آخه اکیش پدرکه میبری با یک همسایه در یک ازت توفاش میکنه. ماه شریف رمضان خوشی و خرسنده تطبیق پروردگار وطن ما دویم خیلی تنجی آرومی بود. انا سری و پریز باشه و خداوند سردارای دولت نگهبان باشه، عدل انصاف در ازشون زیاده میگردیم. زنده باشه. خدا نگهبان. سلام علیکم برادر جان. سلام علیکم. ماه شریف رمضان مبارک شود برادر. برای مردم مسلمان تمنیت شما. برای همه مردم مسلمان تاجیکستان هم ماه شریف رمضان مبارک باشه. تمنیت ما. زنده باشه برادر جان. سلام علیکم اکا. ماه شریف رمضان مبارک شود اکا. اینو ما برای شما توفا برای مردم مسلمان چه تمنی داره؟ روز ماه شریف رمضان مبارک باشه. زنده باشید. زنده باشید. السلام علیکم بابی جان. ماه شریف رمضان مبارک شود بابی. تمنیات شما برای مردم مسلمان چی گفتن است در این ماه بزرگ؟ این ماه این یک بچه مکان گرمینم بود ای یکم ماه شریف رمضان مبارک اکا جان. رحمت سلامت باشید. تمنیتون برای مردم مسلمان یک دو سخن میکنه نداره. زنده باشه. سلام علیکم اکا جان. و علیکم. ماه شریف رمضان مبارک شود اکا جان. این ماه برای شما تحفه در این ماه بزرگ گیره اکا. تمنیت شما برای مردم مسلمان اکا. یک دو سخن نیک. تمنیت شما برای مردم مسلمان اکا جان چی است؟ سلامتی بهترین نعمت دنیا با ایمان بگن. زنده باشه اکا. خوبی اکا. اینو ما با شما توفه اکا. در این ماه بزرگی شریف رمضان تمنیت شما برای مردم مسلمان چی است؟ سلامت باشه. سلامتی. زنده باشه اکا. السلام علیکم بابی جان. سوزی بابی جان خوبی؟ ماه شریف رمضان مبارک. ایما با شما توفا تمنیت شما برای مردم مسلمان ساعت سلامت بمونین تو رمضان دیگه را. زنده باشه اکا. سلام علیکم اکا. برای ماه شریف رمضان تبریک. برای مردم مسلمان یکم چیز سخن میکردن اکا. تمنیت شما برای یک دو سخن
یک دو سخن بکرد یکا چی سخن کنم؟ خیلی برای مردم مسلمان هده خدا تمام داریم پروردگار به همین ماه شریف رمضان همه را به همین ماه برسونه. الله اکبر. زنده باشه. سلام علیکم خاله جون. یا دقیقه ممکن ماه شریف رمضان مبارک شود. ایمو به شما تحفه برای مردم مسلمان تمنیتون چیه در این ماه بزرگ؟ در این ماه بزرگ میگم مردم خلق تاجیک که روزه و نماز بگیرن و توفیق باشن در راه خداوند باشن برای کارشان تیه. سلامت باشه اپا مبارک شود. ماه شریف رمضان مبارک. خیلی تحفه ما به شما تحفه. سلام علیکم. سوادی حاجی خوبی؟ ماه شریف رمضان مبارک شود. اما به شما تحفه در این ماه بزرگ برای مردم مسلمان چه تمنی دارید؟ یک دو سخن میکردی. چه مانا کنم؟ چی بگم؟ خیلی در این ماه بزرگ. خیلی خداوند در خانه هر یک مردم مسلمان فیض و برکت عطا کنه. ناز و نعمت خداوند ای زیاد چون کنه. زنده باشید. سلام علیکم خاله. یک دقیقه ممکن شما را ماه شریف رمضان مبارک شود. ایما به شما تحفه یک دو سخن برای برادرای مسلمان برای مردم مسلمان یک دو سخن بکردین. یکم چی در کنه چیکار کنم؟ در این ماه بزرگ چی تمنی داری به مردم مسلمان؟ صحت سلامتی، عمر دراز با برکت، صلح و آسایشتگی، گل شکوفت تاجیکستان ما. زنده باشه. سلامت باشه. زنده باشه. هم از سخن بهترین. سلام علیکم خاله. ایمو با شما توفه سمکه نکوی توفه همین خیر برای مردم مسلمان تمنیات شما همه گوشدم که برکت یابد سلامتی یابد گودکو پیروی حرمت کند عزت کند. آمین. زنده باشه. مبارک شود. تبریک. ایمو یک دو سخن برای مردم مسلمان بگید اپا. خدا مرا برکت بده. تنی صحت و بخشندی. زنده باشه. سلام علیکم اپا. ماه شریف رمضان مبارک شود و تمنیات شما برای مردم مسلمان. این ایما به شما تحفه برای مردم مسلمان چه تمنی داره؟ تلویزیون نشون میتین. نه اپا. مردم ده میره تمنی دارم که به همش قوای خداوند قوا بتیه که رمضان خوب بگیرن. ارزانی شوی اولین درجه. زنده باشه اپا. سلام علیکم خاله جان. ماه شریف رمضان مبارک شود. این ما 20 سوم داده استیم شما دا. نه برای همه ما هم کسی صدقه میگیره. تمنیات شما برای مردم مسلمان یک دو چی بگم آخه بچه جون من هیچ چی همین خیلی ما آدم مسلمانم چی بگم همین خیلی بگه که ماه شریف رمضان خیلی ماه شریف رمضان خدا با برکت کنه با فیض کنه و دنیا رو امانی و تنجی کنه و ما بخیریم ارزانی کنه و برای ماه شریف رمضان نرخا رو بلند نکنه. زنده باشه اپا. سلام علیکم تقوی جون. ماه شریف رمضان مبارک. ایما با شما تحفه برای مردم مسلمان تمنیاتون اگه بزدین که در ماه شریف رمضان چی تمنیات داره برای مردم مسلمان؟ همه شخ مردم مسلمان انصاف توفیق بتیه و نرخا رو ارزان کنه. زنده باشه.